سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو دیگر از کانال ما. در این ویدیو ضمایر شخصی یا پرسونال پرونومن میخوانیم که ضمایر شخصی بسیار یک موضوع مهم در زبان آلمانی که بدون از این نمیتونه گپ زد. پرسونال پرونومن ضمایر شخصی 9 تا است که هر کدام معناهای خاصی داره که همراه با مثال به شما توضیح میتونم. ایش یعنی من، دو یعنی تو، او مرد، زی او زن، اس او شی یا او فیجان، ویا ما، ایا شما، زی اونها، زی کلان. زی محترمانه است که به جای محترمانه استفاده میشه. مثال برای اش لرنه دویچ، اش لرنه دویچ، من آلمانی میآموزم. اش فایل ما، لرنه فعل ماست. دویچ هم تکمیل کننده جمله. اش لرنه دویچ گردان فعل. انشالله تا ویدیوهای بعدی به شما یاد میتونم. برای اش لرنه میشه، شکل کامل فعل لرنه است و برای اش لرنه شده. دو بیست mein Freund، دو بیست mein Freund، تو دوست من هستی. دو پرسونال پرونومن، بیستم فعل ما، mein Freund تکمیل کننده جمله ما. spielt Fußball، spielt Fußball، او فوتبال بازی میکند. spielen شکل کامل فعل است که برای spielt شده، یعنی ته گرفته آخر. بعدی sie liest ein Buch، او یک کتاب میخواند. lesen شکل کامل فعل که خواندن معنا میده، برای sie liest شده. بعدی es ist kalt heute، es ist kalt heute، امروز سرد است. است فعل ماست. است معنا میده. ihr habt eine Katze، ihr habt eine Katze، شما یک گربه دارید. haben داشتن، برای ihr habt شده ته گرفت. wir gehen in die Schule، wir gehen in die Schule، ما با مدرسه میریم. wir ما gehen رفتن که برای شکل جمع همیشه شکل کامل فعل میایه. یعنی gehen شکل کامل فعل است که برای wir هم جمع است، یعنی چند نفر است. شکل کامل فعل گرفته. این دی شوله مکتب. دی هم آرتیکل که در زبان آلمانی هر اسم یک آرتیکل داره. sie wohnen in Berlin، sie wohnen in Berlin، اونها در برلین زندگی میکنند. اونها یعنی شکل جمع است دیگه. wohnen شکل کامل فعل، هر وقت که فاعل جمع بود شکل کامل فعل استفاده میشه. sind sie sehr freundlich، sind sie sehr freundlich، شما خیلی مهربانید. sind فعل ما، sie هم فاعل ما، sehr freundlich یک صفت است که از یک نفر تعریف میکنم. ای بود از ضمایر شخصی ما که شما یاد گرفتین در زبان آلمانی و شما میتونید در کامنت یک مثال بنویسید و ما میبینم که درست فهمیدین یا نه. و در ویدیوی بعدی صرف فعل و آرتیکل ها انشالله به شما میگذارم. بس لایک و سابسکرایب هم یادتان نره. تا ویدیوی بعد، خداحافظتان.